میلیون ها نفر در سراسر جهان به وجود بیگانگان آسمانی اعتقاد دارن و به عقیده اونها اجداد ما با اونا دیدار کردن. اما این نظریه چقدر میتونه درست باشه؟ چطور ممکنه تمدن‌های باستانی با فناوری محدود معابدی با بلوک‌های عظیم و برش‌های دقیق بسازن که حتی امروزه نیز شگفتی آفرینه؟ تو این ویدیو به بررسی راز برش‌های مرموز و روش احتمالی ساخت این سازه‌های باور نکردنی میپردازیم. از اهرام مصر گرفته تا معابد مکزیک و سنگ‌های غول‌پیکر استونهنج، همگی نمونه‌هایی هستند که سوالات بسیاری رو درباره توانایی‌های مهندسی گذشتگان مطرح می‌کنند. با ما همراه باشید تا به عمق این اسرار سفر کنیم و ببینیم آیا واقعاً بیگانگان در ساخت این معابد دخالت داشتن یا نه. در بزرگترین بناهای ساختمانی و معادن امروزی، ماشین‌های عظیم حفاری مشغول کندن و بریدن و حمل سنگ هستند. این ساخته‌های دست بشر سازه‌های خودشون رو به جا میذارن و کار هزاران انسان رو با تکنولوژی هیدرولیک مدرن به انجام میرسونن. بدون چنین تجهیزاتی ساختمانسازها هرگز نمیتونستن آسمان خراش‌های مدرن بسازن. همونطور که هزاران سال پیش نیز تمدن‌های کهن وقتی بناها و معابد خودشون رو با سنگ‌های عظیم بنا می‌کردن، همین کار رو انجام می‌دادن. این بلوک‌های عظیم با وزن 100 تن حتی برای مهندسان امروزی نیز زورآزمایی بزرگیه. هزاران سال پیش هم مردم اونا رو از صخره‌های یکپارچه بریدن و مایل‌ها حملشون کردن و سپس اونا رو بلند کرده و دقیق تو جای خودشون گذاشتن. اما چگونه؟ آیا این بلوک‌های سنگی عظیم رو با چکش کندن یا با اسکنه تراشیدن؟ با سیم‌های مسی کشیدن؟ یا اونا میتونستن این قطعات رو برداشته و حمل کرده باشن بدون اینکه از هیچ سیستم کششی یا چرخ استفاده کرده باشن؟ یا اینکه تمدن‌های باستانی تکنولوژی پیشرفته‌ای در اختیار داشته که از اون زمان مفقود شده و از چشم علم پنهان مونده. در شهر جیزه شما تنها هرم‌ها رو ندارین. منشأ هرم‌ها به جایی ختم میشه که مصرشناسان به اون میگن دره معابد. وقتی که به اونجا میرسید در میابید که یه چیزی اینجا جور در نمیاد. در حالی که اهرام با بلوک‌های به وزن 2 تا 3 تن ساخته شدن، این معابد که کمی با اهرام قابل مقایسه هستن متشکل از بلوک‌هایی به وزن 100 تن و برخی حتی 200 تن هستن. اجازه بدید که به شما بگم که 100 تن بلوک یعنی چی؟ اگه شما 100 ماشین سواری رو بردارین و به هم پرس کنید، یکی از این بلوک‌ها ایجاد میشه. اولا چگونگی حمل این بلوک‌ها رو که نادیده بگیریم. مطلب اینه که چرا اونا خواستن از بلوک‌های 100 تنی استفاده کنن. این اصلا با عقل جور نیست. هیچ دلیلی برای اونا نمیتونسته وجود داشته باشه که بخوام بلوک‌های گرانیتی رو تو سایز تریلی بسازن. این مثل اینه که بگیم بسیار خوب بیاید کاری انجام بدیم، اما کاری کنیم تا اونجا که ممکنه سخت باشه. باورمندان معتقد نیستن که فضایی‌ها این بناهای حیرت‌آور رو ساخته باشن، بلکه معتقدن که اونا نوعی ابزار تکنیکی که قابل استفاده باشه رو در اختیار پیشینیان ما نهادن. مهندس متخصص کریستان ده‌ها سال رو به مطالعه ابزار بکار رفته توسط مصریای باستان پرداخته. اون میگه که ما به طور عمومی به این باور رسیدیم که مصریان باستان ابزاری ساده داشتن، از توپ‌های سنگی و اسکنه‌های مسی یا تیوب‌های مسی استفاده می‌کردن و با سنباده در دایورایت و گرانیت سخت‌ترین سنگ‌های زمین سوراخ ایجاد می‌کردن. اون چه که من طی این سالها جمع‌آوری کردم اطلاعاتیه که در واقع در تضاد با تصور ابزار ساده است.
در مصر دان تونست مکانهای باستانی رو برای اولین بار مورد مطالعه قرار بده. اون چه که اون به اون دست یافت هم انقلاب بود و هم جنجال برانگیز. اگه شما نگاهی به فلات جیزه و سنگ‌هایی بندازی که در واقع تو هرم بزرگ، هرم خفره و منکاره جای گرفتن، میبینید که 2.5 میلیون بلوک سنگی تنها در هرم بزرگ به کار رفته. اونا باید روش موثری برای بریدن سنگ‌ها داشته باشن تا بتونن اونا رو به اندازه ببرن و تو جای خودشون بذارن. باید کسی بوده باشه که اونجا وایسه و بگه بسیار خوب، حالا من یه بلوک به این سایز نیاز دارم و دیگران اون بلوک رو در چنان سایزی فوراً به اون رسونده باشن. وقتی که آقای دان در حال جستجو اطراف هرم جیزه بود، از روی بریدگی عمیقی در یک بلوک گرانیتی با یه رد پا مواجه شد. آقای دان میگه وقتی من برای اولین بار دیدمش اصلا نمیتونستم بفهمم که به چه کاری میاد. تنها بعد از روزهای متوالی گفتن این که آخه اینا چگونه بریده شدن، بالاخره دریافتم که تنها راهی که اونا میتونستن واقعا اونا رو ببرن اره‌ای بوده که 35 فوت ضخامت داشته. ایده این که مصریان باستان از اره غول‌پیکر استفاده کرده باشن مقاومت اغلب باستانشناسان رو بیشتر برانگیخت، ولی دان قانع شده بود. به نظر میرسه که نوعی نشانه‌گذاری در کنار نشیمنگاه آمون در محل برخورد با نیمکت وجود داره که یه بریدگی هم زیر اون دیده میشه، یه لغزش ابزار. بنابراین باید ابزاری بوده باشه که این همه کارآمد بوده. آقای دان همچنین بر این باوره که گود شدگی های بزرگ روی زمین در جیزه، چنانچه که اغلب باستانشناسان به اون معتقدن، جایگاه قایق نیست بلکه جای استقرار اره 35 فوتیه. چیزی که در ساختمانسازی مدرن قابل مشاهده است اینه که در ساخت یه بنای بزرگ نیاز به این دارید که ابزاری بزرگ بسازید تا به ساخت بنای بلند شما کمک کنه. این چیزیه که باستانشناسی هرگز به اون اشاره نکرده. 3 تا از بزرگترین سنگ‌های ساخت دست بشر در معبد ژوپیتر در بعلبک لبنان یافت شده. هر کدوم وزنی معادل 1000 تن و یا 2 میلیون پوند دارن. معدن نزدیک به این منطقه حاوی سنگ‌هایی حتی بزرگتر از اینه که به سنگ‌های حامله معروفن. بلوک غول‌پیکر مستطیل شکل وزنی غیر قابل باور معادل 1200 تن داره. حرکت دادن اون تو دنیای امروز نیازمند قدرت 21 جرثقیل سنگینه. در صنعت ساختمانسازی اگر یک پروژه به خصوص در جایی در حال ساخت باشه و مخصوصا در منطقه کوهستانی، چگونه میتونیم ابزار و ماشین‌ها و جرثقیل‌هایی که واقعا سنگینه رو به اونجا حمل کنیم؟ این مجموعه بسیار سنگینه و واقعا غیر ممکنه که بتونیم اونا رو به محل ببریم. این سنگ متعلق پروژه‌ای در پالم اسپرینگزه. اونا برای بار کردن سنگ روی ماشین باربری دچار مشکل بودن. این سنگ به راحتی 5 تن یا 10,000 پوند وزن داره. اندازه کوچیک تو دنیای سنگ‌ها، اما نهایت کاریه که با ماشین‌های مدرن از عهده ما برمیاد. ما باید فرض کنیم مردمی که اهرام رو ساختن چرخ نداشتن و هیچ وسیله کششی و آهن هم در اختیار نداشتن. در واقع اونا هیچ چیز نداشتن به غیر از قدرت فوق‌العاده انسانی و تکه‌های ریسمان. ولی اگه تمدن‌های باستان تجهیزات مکانیکی مدرن رو در اختیار نداشتن، چگونه سنگ‌های مگاتونی رو جابجا و بلند کردن؟ برخی به این باورن که این مردم از تکنولوژی پیشرفته‌ای که فضایی‌ها در اختیارشون نهاده بود بهره بردن. باید از خودتون بپرسید که چرا اونا می‌خواستن سعی کنن کاری رو به انجام برسونن که به شکلی باور نکردنی مشکل بوده. پاسخ به چرایی این کار این خواهد بود که به نوعی این کار برای اونا چندان مشکل هم نبوده، بلکه کار آسونی هم بوده. توضیح فشرده‌ای از این که چگونه این سنگ‌های عظیم از معدن به محل ساخت رسیدن وجود داره. کارفرماهای سازنده توانایی استفاده از نوعی عنصر سفید رنگ رو داشتن که روی سنگ میپاشیدن و روی اون سوار میشدن و بلوک سنگی رو هل میدادن، به طوری که 6 فوت به جلو رونده میشد. درست مثل اینکه جادو کرده باشی. اما آیا این بلوک ها واقعا با جادو جابجا شدن؟ البته که نه. نوعی تکنولوژی در این میان به کار رفته. این بخشی از نتیجه گیریه.
برای اینکه بشه واقعا حجم عظیمی از سنگ رو به این شکل جابجا کرد باید شناورشون میکردن. به زبون دیگه باید به بیوزنی میرسیدن و سپس اونو تو هوا حرکت میدادن با نوعی وسیله که میتونست حتی یه ماشین دستی باشه، میتونست سلاح پرتویی باشه یا چیزای دیگه. روش انسانهای باستان برای حرکت دادن بلوک‌های بزرگ فقط یکی از معماهاست. معمای مهمتر چگونگی تراش دادن این سنگ هاست. چگونه یه تمدن ماقبل تاریخ چنین نقش‌های پیچیده‌ای رو تو سنگ گرانیت سخت ایجاد کرده. ظرافت بعضی از این کارها باور نکردنیه. میشه اون رو با دست انجام داد، ولی برای انجام اون به زمانی غیر قابل تصور نیاز داریم. به علاوه شما نیازمند سالها تجربه خواهید بود تا قادر باشید این کار رو درست از آب در بیارید. از نظر من ملموس‌ترین قطعه شاهد مدعای ما مبنی بر امکان تکنولوژی موجودات فضایی زمانیه که ما به تکنیک برش سنگ در زمان باستان نگاه میکنیم. چون به طور مثال حتی خود ما امروز هم نمیتونیم اون چه که منتسب به دستاورد تراشکاری پیشینیان ما هست تکرار کنیم. پوماپونکو مجموعه بزرگی از معابده که در فلاتهای مرتفع بولیوی واقع شده. اغلب باستانشناسان این منطقه رو متعلق به 200 سال پیش از میلاد میدونن. مردم منطقه نه زبان نوشتاری داشتند و نه چرخ، اما به شکلی تونستن یکی از بغرنج‌ترین ساختارها رو بنا کنند. نظریه پردازان پوماپونکو رو دلیلی روشن از تجلی موجودات فضایی میدونن. خرابه هایی که ما در پوماپونکو میبینیم در یک کلام غیر عادیه. پوماپونکو منطق رو به مبارزه میطلبه. جذابیت پوماپونکو تنها این نیست که سنگ‌های تک به تک و به شکلی بی‌نقص در کنار هم گذاشته شده باشند، بلکه این واقعیته که سنگ‌ها طراحی شگرفی دارند که نیازمند استفاده از علم ریاضی هستند که بسیار بسیار فراتر از اون چیزیه که ما در حال حاضر از اون بهره‌وری داریم. در عین حال کسی اونو تو گذشته ساخته به منظوری به خصوص و به روشی که حتی برنامه‌های کامپیوتری امروز نیز به این نتیجه میرسن که این چگونه ممکنه. در ارتفاعات بولیوی در پوماپونکو بعضی از بلوک‌ها هر کدوم 40 تا 50 تن وزن دارن. آیا شما نظری دارید که در این باره به ما بگی؟ اونا توانایی برش سنگ رو به شکل بسیار دقیق از 5000 سال پیش میدونستن. میخوام بگم که این تقریبا باور نکردنیه. این برش‌های مسطحی که اینجاست واقعا تحسین برانگیزه و بعضی از برش‌های ظریف‌تر مثل اینی که اینجاست کار بسیار دشواریه. میخوام بگم که حتی برای ما هم با تجهیزاتمون کار دشواریه که چنین ظرافتی رو ایجاد کنیم. حالا به نظر شما این برش‌های مرموز و دقیق میتونسته کار فناوری بسیار ساده پیشینیان ما باشه یا دست دیگه‌ای تو این کار بوده و از کمک موجودات دیگه‌ای برخوردار بودن؟ ممنون میشم که نظرات خودتون رو داخل پست‌های همین ویدیو برام بنویسین. فراموش نشه که اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً ما رو دنبال کنید. ممنون از شما. خدا نگهدار.